بیننده های تلاش تیوی، وقت همه شما عزیزا بخیر. ارتفاع از 40 متر در نظر گرفته شده و عرض از 18 متر هست. قربون دیگه بتوسیم کراچی. آره کراچی. ما ولی انتقال میدیم. بازم هم کرایه است. هر پیری است 50 کنیم. این شکل سنگ است که از مردم قبلا های بور شده بود. فعلا در بند است. این قدر هست. تمام سنگ نمای پیشرو و ارتفاعش. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام خدمت همه مردم افغانستان، بیننده های تلاش تیوی، وقت همه شما عزیزا بخیر. امیدوارم که همه تان صحتمند و سرحال باشید. خوش آمدید به دومین گزارش ما از بند آب مادر تگابلور شهرستان ولایت دایکندی. امروز تاریخ 28 سور 1405 هجری شمسی برابر است با 18 می 2026 میلادی. دومین گزارش ما است از کار بند آب مادر. خواستم امروز گزارش را از سمت داخل بند یا کاسه بند شروع بکنیم. عزیزای بیننده، یادآور میشم که این کار ای بند از سمت پیشرو در ارتفاع 7 متری و سمت داخل در ارتفاع 3 متری رسیده. کار از سال گذشته با کمک خیرین و مسافرین شروع شد. یگانه پروژه بزرگ مردمی است که در دایکندی بند آب مادر هست. یک بند برق است در ولایت دایکندی و دومین پروژه هست که به صورت پخته و اساسی معیاری ساخته میشه. ارتفاع از 40 متر در نظر گرفته شده و عرض از 18 متر هست و در این موقعیت قرار داره. یک تصویر اول از ساحه کاسه بند. یا محیطی که کاسه بند قرار داره و همینطور بالا میدان میکسر هسته و این دو تا کوهی که همزمان پایین آمده موازی، اولی که خود بند او قرار میگیره. این کوه در داخل ساختمان سنگچینی بند آب قرار میگیره و این کوه که ختمش در 40 متری در این قسمت است و او کوهی که موازی پایین آمده او قسمت آخرش بند توربین برق قرار میگیره. بریم بیشتر از چقدر کار شده و کدام قسمت ها کار رسیده و کدام نقطه ها کار جریان داره بریم از نزدیک. این سیخ‌های هست که سال گذشته خریداری شده بود. دوستای عزیز، هم بازم یادآور میشم بانی از بنده آقای اصغر شریفی، مردی که در نقطه افغانستان کمک‌هایش رسیده، خیلی هموطن ما سال گذشته خریداری شده بود. بازم میگم همین امکانات ابتدایی که نیاز بود خریداری شد، اینا رو خریداری کرده. خب پروژه مردمی هسته، پروژه بزرگ هسته، نیاز با بیشتر با تجهیزات و وسایل داره. تنها چند کراچی که ما داریم، چند وسایل ابتدایی بسیار کمی که داریم، کار با سرعت ادامه داره. هم سمت داخل بند ارتفاعی سنگچی اینقدر ارتفاع گرفته و هم دیوار اصلی کنکریتی پخته و حساسی است. دیوار اصلی که در عرض 1.5 متر هست و از دیوار اصلی سمت داخل 2 متر است. 1.5 متر هم دیوار اصلی که آرماتوربند هم اومده مصروف تنظیم کردن سیخ‌های خسته و کارم در قسمت بین دو کوه رسیده که از بگذره سمت زیر دول موره. دول هم جایش تغییر میده و همه اینجا ختم میشه، باید بوتون ریزی میشه. این نحوه شکل سنگچینی هسته، فاصله بین سنگ ها چقدر ملاد انداخته میشه.
و این نوعی از سنگی که اینجا استفاده میشه. ما با استا خاوری گپ میزنیم، استای سنگچین سنگکار. دوستای عزیز، استا خاوری است. بیشتر از پیشرفت کار و چطور است کار، امکانات چطور است؟ آقای خاوری سلام. سلام. بخیر، خیرت داری؟ نام خدا در این روز بسیار هم تیم شما خوب کار میکنه. آره خدا شکر خیلی خوب پیشرفت داره سه روز. حالا یک دفعه یک متر گرفت رفت آخر کردی که ریختم شد. بعدش مرحله دوم است که شروع کردی در ارتفاع 7 متری. یک متر در اون این تصمیم پلان از شما دیگه استاد سنگکار و سرپرست اینا هستی که همین یک متر کار بکنید ختم کنید دوباره به این کار شروع بکنید. آره یک متر هم از پیشیفن بگیریم این ماخیر کنیم باز دوباره بریم سر دوباره بسر یک متر دیگه بگیریم. باز دلیل چطوری راحت کار میشه یا همی که امکانات نیست یا مسیری که مواد انتقال بدی با مشکل مواجه است شما؟ والا خب از نگاه انتقال دادی مواد هم خوب است. بعد دیگه خب اگر ما مثلا یک رگ بی متر کار کرده خب مواد انتقال دادن نمیشونه. یک متر که بگیریم بی من برای از ما خوب است، برای کارگر خوب است. یک دفعه یک متر مورد بالاتر کار پیش میاد. بله دیگه همین امکاناتی شما دیگه کراچی دارید، بعضی کسا فرغون میگه، یعنی امکانات هست که باید میتونید که اینجا مواد انتقال بده دیگه. فرغون دیگه بتوسیم کراچی. آره کراچی مواد انتقال بدیم. بازم خب برهان یک قسمتای شرکت تختن چیزام کار میگیریم اگر تخته نباشه خودت پیش نموره. سنگ چطوره آقای خاوری؟ یک محترم آمد یک نشان بده چرخم از سنگا چطوره؟ از سنگ خوب است، بد نیست. مقصد بالا که سنگ پر میکنم و سفارش مالی است که اون جنبوشی سنگ خب پر از خواب پر از گل نباشه، سنگای پخته‌تر باشه، گل نداشته باشه، بچه نباشه. باز خوبه فعلا که اسکواتور از معدن بر میکنه، سنگایش هم کیفیت خوب است، هم اکتیو خورده و گلدار نیست. سنگ خوب است. بخیر باشید استاد خاوری، سلامت باشید. دوستای این مازدای است که سنگ انتقال میده اینجا. این کرایه است، هر پیری است از اینجا کنید. این شکل سنگ است که از معدن قبلا های بور شده بود. و کار در این قسمت رسیده و کاری که صورت گرفته در روز سوم هسته. این قسمت ها بوده. کار شده سمت غربی بند و همینطور سمت شرقی بند. اینجا یک دانه کوه است، بین دو کوه که اینجا همچنان کار شده. این شکل این قسمت ها کار شده در ارتفاع 7 متری. نتیجه کار روز سوم هسته. سمت پیش روی بند ارتفاعش و این هم کوهی که بین دیوار قرار میگیره. Sangat biasa kenapa?
اما آبی که موجود فعلا در بند است یعنی قدر هست تمام سنگ نمای پیشرو و ارتفاعش یه همچنان مکان پایین تر از بند یک کونه که پایین قرار داره در اینجا توربین برق قرار میگیره البته در ارتفاع 7 متری از سمت در ارتفاع 5 متری از سمت داخل قرار است که والی که توربین برق قرار میگیره هم گذشته شه همچنین یک شبیه کونی است پایین تر تا برنامه بعدی همه شما عزیزان را با خداوند یکتا میسپاریم وقت همه شما بخیر